خاک بر اون سرت بکنن. پاستوریزه به دنیا اومدی، هموژنیزم از دنیا میری. آخه یکی ما رو میبینه میگه آقا گلی به جمالت، این بچه سوسول که باش میگردی دختر مفت و مجانی از دستت پرید بیچاره. آخه با دخترم هم میگه بیا بریم مهمونی بزنیم. اسی من میترسم محتاجم، چرا نمیفهمی؟ بی‌فرزه. اولا اگه یکی با یه بار نقاشی کشیدن پیکاسو میشه، شما با یه بار زدن معتاد میشی. دوما مشکل آدمای بدبختی مثل تو میدونی چیه؟ اون ریموت رو به من. از علم و تکنولوژی خلاصید خلاص. نگاه کن. دیگر نگران ترک اعتیاد خود نباشید. ترک اعتیاد مواد مخدر فقط و فقط در عرض یک هفته. معجزه قلب 100% تضمینی بدون درد و خماری و بازگشت، فقط و فقط در عرض 3 روز، همراه افزایش قوای اونجا برای آقایان. جان منتظر تماس شما. 100% گیاهی و تضمینی و بدون عوارض جانبی و بدون بازگشت. فقط کافیه که یک کیلو داشته باش. دیگر نگران اعتیاد و ترک آن نباشید، فقط و فقط در عرض 24 ساعت. در صورت عدم رضایت پول خود را پس بگیرید. محصولات برو حالشو ببر. کیف کردی؟ برو حالشو ببر داداش، برو حالشو ببر. از چی میترسی؟ اعتیاد مال اون بدبختایی که از تکنولوژی بیخبرن. الان علم پیشرفت کرده. برو چی؟ بگو حالشو ببر. همین تبلیغا باعث شد که جرأت پیدا کنم و به قول اسی برای یه بارم که شده برم حالشو ببرم. تازه از همینجا بود که قصه شروع شد. حال کردی چه مهمونی تو بیبردمه؟ آخه پسر جون این همه هیجان و حیف نیست دلش کردی رفتی خودتو چپوندی تو خونه. بیا بیرون از زندگیت لذت ببر، حال کن. کلافم اسی، کلافم. چیه؟ دیگه چه مرگته؟ سرم درد میکنه اسی. دیگه با قرص و شیشه و اینا هم حال نمیکنم. یه چیز میخوام آرومم کنه، میفهمی؟ میفهممه جونم، میفهممه. غمت نباشه، دوای دردت پیش خودمه. ازی جون ازی بدنم درد میکنه. یه چیز بده من بزنم الان. چیه خب برو دکتر، مگه اینجا کاروانسراست؟ اون خواهر روانپزشک که خوب بلده برات نسخه بپیچه. برو پیش اون آویزون. آخه نامرد، مگه تو نبودی که میگفتی اگه یکی با نقاشی کشیدن پیکاسو بشه، منم با یه بار کشیدم معتاد میشم. خب پیکاسو من یه جا شروع کرده بود دیگه. حالا اسی ولش کن، جون اسی یه چیز بده بزنم بدنم درد میکنه اسی. واسه مایه شو بدی داداش. مایه پول کجاست؟ این روزا دیگه ننه جواب سلام بابا رو مجانی نمیده، میفهمی؟ مایه نفله.